طلبات به چپته‌های هواپیما از روسیه به تاجیکستان افزود. دعوت‌های مهاجران کاری برای پیوستن به ارتش روسیه از اتوبوس‌ها در مسکو برداشته شدند. حسین اسدالله زاده دادر عروسی رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان در ایران فوت دیده است. دو مشت زن تاجیک در مسابقه بین المللی جام جهان عاید به باکس در روسیه صاحب مدال طلا شدند. طلبات به چپته‌های هواپیما از روسیه به تاجیکستان در سال روان به مراتب افزوده قریب 5 مسافران در سال به این مسیر راست می آیند. از روی معلومات پایگاه بلیط فروشی توتورو به سگانه سرطلبترین مسیرهای پرواز از روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان وارد شده اند. تاکید شده است که از روسیه به تاجیکستان بیش از 17% مسافران پرواز کرده راست می آیند که نسبت حصه سال گذشته قریب 5% زیاد می باشد. نرخ میانه رفت و آمد در این مسیر به حساب میانه 11% افزایش یافته 27600 روبل را تشکیل داده است. پایگاه وانتو تریپ نیز 4 برابر زیاد شدن طلبگاران پرواز از روسیه به تاجیکستان را به قید گرفته است. حصه مسافران سمت تاجیکستان از مجموع مسافران پرواز کرده از روسیه در سال گذشته نزدیک 3% ارزیابی شده بود. طبق اطلاع این پایگاه همکنون از روسیه به تاجیکستان قریب 12% مسافران پرواز کرده اند. ایربکا خبر می دهد که در اتوبوس های مسکو که مهاجران را برای پیوستن به ارتش روسیه دعوت می کردند بس کرده اند. قبلا در شبکه های اجتماعی عکس یک اتوبوس مسکو پهن شده بود که در اکران در کابین آن به زبان ازبکی دعوت به صف ارتش روسیه پخش می شد. مسکار ترانس خبر داد که پیام ها الکی از افیر گرفته شده اند. پیام ها با زبان های ازبکی، قرقیزی و تاجیکی در اتوبوس های مسکو با دعوت برای پیوستن به ارتش روسیه با درخواست های رهبریت مرکزی مهاجرت سخاروو برای مدت 2 ماه نشر شده بودند که حالا آنها از افیر گرفته شده اند. در اعلان گفته می شد که اگر به خدمت حربی قوه‌های مسلح روسیه روید، شما می توانید با آسانی شهروندی روسیه را به دست آورید. گفتنی است ماه سپتامبر سال جاری دوم دولتی قانون درباره دریافت شهروندی روسیه را قبول کرد. مطابق آن خارجیانی که برای خدمت در صف قوه‌های مسلح روسیه شرطنامه سالانه بسته اند می توانند بدون انتظاری طولانی و دیگر مانعه‌های بوروکراتی شهروندی روسیه را به دست آورند. حسین اسدالله زاده دادر عروسی 54 ساله رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در ایران درگذشته است. در این باره رادیوی آزادی اطلاع داده می نویسد که جسد اسدالله زاده را امروز به تاجیکستان انتقال می دهند. طبق اطلاع منبع حسین اسدالله زاده از بیماری قلب رنج می کشید و 2 هفته پیش او را برای طبابت به ایران برده بودند. حالا در زادگاهش محله چپایف ناحیه جلال الدین بلخی به مراسم خاکسپاریش آمادگی می گیرند. حسین دوگانه که حسن اسدالله زاده مالک آریان بانک، شرکت هواپیمایی سامان ایر، 10 کارخانه های خرد و بزرگ و از برادران عزیز ما اسدالله زاده همسر امامعلی رحمان است. حسین اسدالله زاده رئیس شرکت نفترسان در ناحیه لیوکند سربند سابق بوده است. این شرکت بیشتر به فروش محصولات نفتی در ختلان مشغول بوده است. درباره فعالیت و کار او معلومات کم موجود است، ولی فرزندان دیگر این خانواده تجارت و منصب‌های مهم دارند. همگی برادران عزیز ما به تجارت مشغولند و از نفوذ ویژه برخوردار هستند. میژگان سمدووا و شمشیر سعیدوف 2 مشت زن تاجیک در مسابقه بین المللی جام جهان عاید به باکس میان کشورهای استحصال کننده نفت که از 5 تا 10 دکبر در منطقه بلویارسکی روسیه برگزار گردید صاحب مدال طلا شدند. در این باره کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر می دهد. این مسابقه با اشتراک ورزشکاران آذربایجان، مصر، کانگو، گرجستان، بلاروس، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. رقابت ها از روی 13 وزن میان مردان و 6 وزن میان زنان صورت گرفت. میژگان سمدووا در وزن 57 کیلوگرم برآمد نموده تا فینال بر ورزشکاران کشورهای بلاروس و روسیه دست بالا شد. ورزشکاری تاجیک در قرعه آزمایی نهایی بر میزبان مسابقه یوگنی لاچکانووا غلبه به دست آورد.
ضمناً میژگان سمادوه سال گذشته نیز در این مسابقات به گرفتن مدال طلا دست یافته بود. در این مسابقه همچنین شمشیر سعیدوف نیز مدال طلا به دست آورد. او در محاربه نهایی وزن 67 کیلوگرم ورزشکار روسیه رستم پیدگرنیک را شکست داد.